سلام. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید سیلاب‌ها در ولایات مختلف کشور جان 151 تن را گرفته و بیش از 200 تن را زخمی کرده است. هفته آینده مذاکرات بین الافغانی آغاز می شود. رئیس شورای عالی مصالح ملی گفته است هفته آینده مذاکرات بین الافغانی بین حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز می گردد. پلیس 9 تن را به اتهام حمله بر مراسم عاشورا در شهر کابل بازداشت کرده است. وزارت امور داخله میگوید از منزل افراد بازداشت شده واسکت‌های انتحاری و مواد انفجاری را نیز دریافت کردند. رئیس جمهور کشور برنامه دسترخوان ملی را افتتاح کرد. محمد اشرف غنی در این مراسم گفته این برنامه 19 ولایت، 14 شهر و 235 ولسوالی را در بر خواهد گرفت. و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا بعد از سفر به بحرین امروز به امارات متحده عربی رسیده است. حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ تلاش دارد تا کشورهای دیگر عربی نیز مثل امارات متحده عربی روابطشان را با اسرائیل عادی سازد.